تهیه یک خامه شیرین فرم گرفته برای مصرف قنادی کیک شیرینی دسر، شما باید هر 250 گرم خامه رو که بهتره که چربی اون هولوش 30 تا 40% باشه، این چربی بهترین اندازه برای خامه هستش. این رو با 3 تا قاشق سوپخوری شکر یا پودر قند مخلوط میکنیم در حدی که فقط شکر حل بشه. این رو ما با قاشق هم میزنیم، اجازه میدیم تا کاملا یخ بزنه یا خوب سرد بشه. بعد از اون از فریزر میتونیم با این حالت همیشه بسته های مختلف خامه رو داشته باشیم توی فریزر به تعداد که هر وقت لازم داریم یک بسته در میاریم و این رو با چاقو تیکه های کوچیک میکنیم و بعد شروع میکنیم با همزن برقی هم زدن. حالا این خامه رو باید داخل کیسه بریزیم و با ماسوره های مختلف کار میکنیم. ماسوره‌ای که برای گل رز احتیاج داریم اجازه بدیم ببینید این ماسوره هست که شماره این ماسوره 123 هست. یه لحظه همینطور نگاه کنید. بله. خانم یه سوال میتونم خواهش بپرسم همینجا که دوستان دارن دست شما رو میبینن و اون اینکه اون موقعی که میخوایم کیکمون رو با خامه های رنگی تزیین بکنیم قبل از اینکه هم بزنیم اون ماده رنگی رو اضافه می‌کنیم؟ هر رنگ یا هر اسانسی رو که مایل باشن دوستان به خامه استفاده بکنن یا پودر کاکائو یا هر چیز دیگری در مرحله نهایی، یعنی زمانی که الان خامه ما فرم گرفته این رو ما اضافه میکنیم. خب حالا برای اینکه گل رز درست کنیم باید یک کمی خورده های کیک اسفنجی رو با یه مقدار خامه مخلوط بکنیم، یک حالت خمیری داشته باشیم. یا اینکه میتونیم از مارسیپان یا فوندات هم استفاده بکنیم. این الان خمیر مارسیپان روی کیکتون شما کنید؟ این خمیر فوندات هست. خمیر مارسیپان نمیتونه به این شکل سفید باشه چون به هر حال مواد تشکیل دهندش بادام هست و اون رنگ بادوم رو داخلش داره. خب این رو به صورت یک خمیر در میاریم، خامه و خورده های کیک اسفنجی رو. بعد یه مقدار از این خمیر رو برمیداریم و توی دستمون به شکل یک اشک این رو در میاریم. حالا اگر دوستان بخوان با حلوا هم این کار رو انجام بدن دقیقاً همین کار رو انجام میدن. تمام اینا حلوا هست، فقط اختلافش اینه که حلواهای دو رنگ دارن. خب یک وسیله توی این ماسوره های ما هست که مخصوص درست کردن گل رزه. سر خامه میزنم که این بچسبه کاملا موقع کار تکون نخوره. خب این حالا آماده است. قنچشه در حقیقت؟ نه این اصلا داخل میره دیده نمیشه. در حقیقت یک پایه است که ما بتونیم گلبرگ‌ها رو دور این بزنیم. بعد خامه رو که باید کاملا فرم گرفته باشه داخل کیسه میریزیم. این خامه که دیگه فرم گرفته آب نمیندازه؟ چرا؟ اگر که تعلل بکنیم و سرعت عملمون خوب نباشه این خامه آب میندازه. خب ببینید ماسوره رو باید به این حالت تو دست بگیرید. قسمت نازکتر و باریکترش باید رو به بالا باشه، قسمت پهن‌تر باید رو به پایین باشه. خب حالا شروع میکنیم گلبرگ‌ها رو از دور این با چرخش دستمون سعی میکنیم این حالت رو ایجاد بکنیم. عرض کردم که اگر حلوا هم بخوان دوستان به همین شکل تزیین بکنن هیچ مانعی نداره. اونا به همین غلیظی میگذارن بشه؟ حتما باید حلواشون رو با روغن جامد درست بکنن دوستان ما و حلوا رو نباید داخل یخچال قرار بدن. ببینید تا هر جایی که بخوایم گلمون بزرگتر باشه ما این گلبرگ‌ها رو ادامه میدیم. نمیدونم دوستان خوب خیلی قشنگ مشخص این رو یا نه. یه چند لحظه اگه نگه داریم همینطور بله حتما دوستان بتونن یک نمونه نزدیک تصویر بسته هم ازش حالا اگر بخوایم گلمون قنچه باشه یکم که مایلش اگه نیفته میترسم بیفته. حالا اینو من داخل این ظرف ژله قرار میدم و چقدر خوشگل شد که اینجا بهتر متوجه میشن. حالا اگر من فرصت دارم یکی دو تای دیگه هم میخوام درست کنم. الان ما تزیین کیک هم داریم امروز؟ نه امروز فقط گلا رو میخوام آموزش بدم. حالا انشالله که فرصت بشه من یکی دو تا گلم با خمیر فوندات هم خدمت دوستان آموزش بدم که دیگه اونم آوردین خمیرم آماده؟ بله خمیر آماده هم هست. خب ببینید مجددا همون کار رو ما تکرار میکنیم. کار خیلی ساده ای هست، فقط دوستان باید چند بار این کار رو انجام بدن
در حین کار با خامه نباید کیسه خامه رو زیادی از حد پر بکنن، چون گرمای دستمون باعث میشه که خامه بله شل میشه و دیگه ما راحت نمیتونیم کار کنیم. بعد این تو چند وقت این فرم رو نگه می‌داره و حفظ میشه؟ توی یخچال کاملا میمونه، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. اجازه بدید من یکی دیگه هم درست کنم، بعد میریم که زدن برگو به دوستان نشون بدم. داخل یخچال جای خنک هیچ مشکلی پیش نمیاد و این قنچه می‌خواید درست کنیم یه دونه رو؟ حالا اگه دوست داریم قنچه باشه چشم. اینم یاد بگیریم دیگه. قنچه هم همونه، فقط یه مقدار باید از ماسوره کوچیک‌تر استفاده بکنیم. ماسوره‌شون کنه عوض کنیم؟ نه همینجوری. باید یه مقدار ماسوره همین مدل ماسوره، ولی فقط شمارش تغییر میکنه و کوچیک‌تر میشه. البته حالا من دارم سعی میکنم که با همین ماسوره هم بتونم یه دونه قنچه بزنم. هنرمندیه دیگه، کارش نمیشه. خواهش میکنم خانم، شما لطف دارید. خب حالا میخوام که اجازه بدین دستمو پاک کنم. حالا زدن برگو میخوام با خامه نشون بدم. برای زدن برگ دوباره ما باید از ماسوره مخصوص استفاده کنیم. این ماسوره‌ای که من استفاده میکنم شماره 69 هست. حالا باز دوستان میتونن نشون بدن که این ماسوره شماره 69 هست. لبه داره؟ ببینید یک شیاری داره و وسط اون به صورت یک برش 7 فرو رفتگی داره. خب. این ماسوره رو داخل کیسه قرار میدم و خامه میریزم. با این ماسوره هم میتونیم شکل برگو بزنیم، هم میتونیم شکلای پلیسه‌ای که برای اطراف این کار ما داریم میتونیم داشته باشیم و بزنیم. خب دوباره کیسه رو خامه میریزم. البته تعداد گلای روزمون اگر بیشتر باشه خیلی قشنگتر و بهتر میشه. حالا من یه سوال بپرسم؟ خواهش میکنم. بفرمایید، اختیار دارید. خانم امیری جان، موقعی که ما میخوایم مثلا برگ رو رنگ سبز بزنیم موقع خامه، وقتی که اون رنگ رو بهش اضافه میکنیم اولا چه رنگی چه میزانه، و بعد اینکه موقعی که داریم کار میکنیم ما هم میزنیم میخوایم برگ رنگی بشه آب نمیندازه؟ نه ببینید، چون رنگایی که استفاده میکنیم برای خامه بهتره که از نوع رنگ‌های ژله‌ای باشه. رنگ‌های ژله‌ای با یک خلال یه نوک سوزن میشه گفت در حقیقت اضافه میکنیم. خامه رو بعد از فرم گرفتن چند قسمت میکنیم و بعد این رنگو بهش اضافه میکنیم و اصلا آب نمیندازه. خب حالا این برگ‌ها رو هم کار کنیم. آخه ما چیزای خوشگل خانم امیری به ما آموزش میدن. خواهش میکنم خانم. ما اصلا اینجور موقع دوست نداریم ساعت رو نگاه کنیم. خب یه موقع مجبوریم. فرصت نداریم. من نگاهم نمیکنم، آقای حمزه نگاه میکنم به ساعت. منم اصلا نگاه نمیکنم اون طرف. خب حالا یه مقدار یه توضیح عملی هم بدین که بله میخوایم حالت ببینید برای زدن برگ ها. من یه دونه دیگه رو باز اینجا میزنم از نزدیک دوستان بله. ببینید برای زدن برگ خامه رو فشار میدیم و دستمون رو میاریم. حالا میخوایم دورش رو پلیسه کنیم. یه بار دیگه انجام میدیم چون دوستان ندیدن دستتون. حرکت دستمون رو به همین حالت میاریم. میشه یه دونه برگ. بازم نشد. چشم. هر وقت دوستان آماده بودن من آمادم که یکی دیگه هم باز بزنم این خامه رو. خب حالا همین کار رو انجام میدم، ولی یه مقدار حرکت دستم رو آهسته میکنم که حالت پلیسه دور کار رو داشته باشه. هم کاری که برای برگ انجام. بله. چه خوشگل شد. خیلی خوشگل شد. این ظرف آروم که میچرخونیم و این فرم رو ایجاد میکنیم خودش این پلیسه ها رو میده دیگه. بله. بدون اینکه ما این حرکت دست. حالا اگر ظرف رو من سریعتر حرکت بدم فرم ساده همون برگ رو به ما میده. من امروز این کار رو به جای یه برگ دیگه هم آموزش میدین که دوستان تو دارن نزدیک میبینن. همینجا همین ادامه کار. اجازه بدیم به آخرش برسه. هم پویان ببینید عجله میکنینا. ما نگران زمان. خب. ببینید اگر میخوایم برگ ساده بزنیم به همین حالت یه مقدار حرکت دست سریع‌تره که این پلیسه نمیشه، چین نمیخوره. روی این من دوباره میزنم که کارمون یک دست بشه. بله. به این حالت هم میتونه یه تزیین مناسب برای حلواها باشه، هم میتونه برای دسرهای ما این تزیین رو ما داشته باشیم. اجازه بدید من
خمیر فونداتی که میخوام خیلی سریع یه گل باهاش بزنم. موادش هم میگین تون؟ بله، برای خمیر فوندات 480 گرم پودر قند داریم که این رو ما الک میکنیم کاملا. 3 قاشق سوپخوری آب رو با 3 قاشق سوپخوری 3 قاشق سوپخوری آب و 3 قاشق چایخوری ژلاتین رو با هم مخلوط میکنیم، ذوب میکنیم روی حرارت غیر مستقیم. بعد وقتی که ذوب شد 3 قاشق چایخوری گلیسرین خوراکی و 3 قاشق چایخوری هم گلوکوز مایع رو اضافه میکنیم. بعد این مایع رو وسط پودر قند الک شده میریزیم و بعد این رو شروع میکنیم مخلوط کردن. بعد در نهایت خوب باید ورز داده بشه. وقتی که خوب ورز داده شد این خمیر آماده است. بعد صافش میکنیم به هم طریق دیدیم؟ بله، بعد صاف میکنیم به این شکل. بعد حالا برای درست کردن گل من همین گلی که اینجا روی این کیک هست قالب میزنم. من از این قالب استفاده کردم. حالا دوستانی که توی کار گلسازی هستن ممکنه از من ایراد بگیرن چون من گلسازیم خیلی خوب نیست. در ضمن که خوبه. بعد لبه ها رو باید نازک بکنیم. خانم پهن کردین خمیر رو به خاک قند پودر قند؟ بله، زیر و روی خمیر رو باید آغشته به پودر قند بکنیم. خانم شما گلسازی هم باید بیان آموزش بدین، اینجوری نمیشه. من اصلا تبحر ندارم. البته خب گلسازی با خمیر فوندات و مارسیپان خیلی مشکل تر هست با اون خمیرهای لطیف چینی. خب بعد اینها رو میایم به این شکل روی هم قرار میدیم. با دست این رو یه مقدار حالت گودی رو ایجاد میکنیم. بعد حالا از رنگ خودش یا رنگ مخالفش یه گلوله گرد هم وسطش میذاریم. اگر که دوستان حس کردن خمیرشون یه مقدار خشک شده و ممکنه که خوب نچسبه میتونن از یک کمی آب یا کرم رویال استفاده بکنن. این اکلیلای که ریختین خوراکیه دیگه روی بله. کیکتون؟ اینها اکلیلای خوراکیه، هیچ ضرری نداره مصرفش. خب بعد از اینکه این گل یه مقدار خودش رو گرفت یه دونه خلال رو داخلش فرو میکنیم. بنک داخل. بله، به این حالت. بعد اجازه میدیم قشنگ خوش بشه. وقتی کاملا خوش شد به کمک این خلال این رو قشنگ داخل کیکمون نصب میکنیم. زیاد داره. من از فرصت استفاده کردم. یه نمونه هم چین دادن رو میخوام یاد بدم. ببینید کاملا انتهای قلمو. بعد این رو وقتی که ما به این شکل نصب میکنیم، حالا شما فرض کنید دور این کیک رو من میخوام چین دار بکنم. به این حالت این وقتی که نصب میشه همجوری ساده بچسبونین نصب میشه. البته با کرم رویال یا با آب این رو میچسبونیم. اینه که به این حالت امروز